گوشیمو بدون کابل وصل کردم به لپتاپ و هر فایل عکس و فیلمی رو که بخوام میتونم به راحتی انتقال بدم بدون اینکه از اینترنت استفاده بکنه. مثلا این عکس رو از تو کامپیوتر میکشم میندازم تو موبایلم و همینطور یه عکسم از موبایل میندازم توی کامپیوتر، به همین سرعت انتقالشون میده. اول برای گوشی شیائومی رو توضیح میدم، بعد برای گوشی سامسونگ. ولی قبل از توضیحات ممنون میشم که پیج من رو فالو کنید تا بتونید آموزش‌های کاربردی بعدی هم ببینید. در ابتدا لازمه که موبایل و لپتاپتون رو به یک وای فای متصل کنید. بعد تو گوشی شیائومی وارد فایل منیجر بشید، بالا سمت چپ سه تا خط رو بزنید، FTP رو انتخاب کنید، استارت رو بزنید تا این صفحه رو بیاره و این URL رو بهتون نشون بده. این URL رو بذارید جلوتون بمونه. برای گوشی سامسونگ هم نرم افزار وای فای FTP سرور رو که 3 مگه و رایگان هم هستش از پلی استور یا کانال تلگرام هم که لینکش تو بایو هست دانلود و نصب کنید و وارد نرم افزار بشید و استارت رو بزنید و این URL رو بذارید جلوتون. بعد وارد لپتاپ و مای کامپیوتر بشید و تو نوار بالا اون URL رو وارد کنید و انتر رو که بزنید فایل گوشیتون رو براتون میاره و به راحتی میتونید اطلاعات رو انتقال بدید. من حمیدرضا محمدی هستم و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه.